کبیری رو میدونم. این شخص برای خلق تاجیک یگان دستاورد، یگان پیشرفت مملکت ما، یگان کاری کردگیشون من دیدگی نیستم. حزب نهضت اسلام با استفاده از دینی مبین اسلام که مملکت ما 93% قریب که 93% اهالی تاجیکستان ما مسلمان هستند، استفاده کرده میخواهند که مردم به خود باور کنند و عقیده خودشون را جاری کنند. لیکن در اصل میبینیم خود راهبر حزب نهضت اسلام که محیدین کبیری است در روزهای آخر در فیسبوک یک نواری نشر شده است که او با معشوقش صحبت میکند. در کجای مسلمان این گونه رفتار و کردار و اخلاق وجود دارد؟ بغیر از این او 4 تا 5 تا زن داشت. باز در کجای اسلام آمده است که این غیر از 4 تا 5 تا زن داشتن باز معشوقه بازی هم میکند. این از نقطه نظری اسلام گیرید، از نقطه نظری اخلاق اسلامی گیرید، یگان خیلی توری هم نمیگیرد. واعظان که جلوه بر محراب منبر میکنند خود به خلوت میروند آن کاری دیگر میکنند. این مصرع هایی که من به شما گفتم در حقیقت به همین محیدین کبیری راست میآید.